بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان گرامی، ما بخش بعدی آشنایی با قانون روابط موجر و مستأجر رو خدمتتون عرض میکنیم. در مبحث قبل مشخص کردیم که اگر بخوایم از امتیاز تخلیه فوری در قانون به موجب قانون 76 استفاده کنیم چه شرایطی رو باید رعایت کنیم. خب حالا ما این شرایط رو رعایت کردیم، یاد گرفتیم انشاءالله. حالا میخوایم ببینیم که کجا باید بریم. این همه مراجع مختلف قضایی، رسیدگی قضایی، غیر قضایی وجود داره. باید یه آشنایی به نسبه‌ای داشته باشیم. اگر خودمون خواستیم بریم یا اگر وکیلم خواست بره، به ما گفت باید بریم فلان جا، قبول کنیم حرفشو، بگیم نه من میخوام برم حتما شورای حل اختلاف. بعضیا میگن آقا خانم، آقا این مشمول این مورد نیست. حالا خواهیم گفت یا هست. بنابراین ما آشنایی خیلی کلی و وارد جزئیات نمیخوایم بشیم. میرسیم به مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه اماکن مسکونی. اجاره‌نامه رسمی، عادی و رسمی، اینا رو از هم دیگه منفک کردیم تک تک خدمتتون. خب اول اجاره‌نامه عادیه. اکثر اجاره هایی که وجود داره، مگر حالا مثلا دستگاه دولتی و غیره و اینها باشن، مردم متاسفانه عادی می نویسن، حالا به خاطر مشکلات مالیات و غیره و امثال هم. در صورتی که اجاره‌نامه رسمی هم خیلی امتیازات خوبی داره. پس بحث اول ما اجاره‌نامه های عادی هستش. حالا مسکونی یا تجاری. تجاری رو فعلا کات میکنیم، میبریم میذاریم کنار برای بخش های بعدی. مسکونی، دعاوی راجع به تخلیه اماکن مسکونی باید بره کجا؟ شورای حل اختلاف. پس بنابراین ما چه اون شرایط شکلی رو رعایت کرده باشیم یا نکرده باشیم، چه مشمول امتیازات قانون 76 و تخلیه فوری شده باشد یا نشده باشد، باید بریم شورای حل اختلاف. فعلا قانون فعلی ما، البته حالا لایه جدیدی که داره تصویب میشه تو مجلس هست، اونم بازم همین رو تأکید کرده. فعلا ما داریم برای الان که سال 99 هستش خدمتون مبانی قانونیشو میگیم. پس بنابراین در مورد مسکونی اگر اجاره‌نامه عادیه، هیچ جایی برای مراجعه به غیر از شورای حل اختلاف وجود ندارد. اما اگر اجاره‌نامه رسمیه، باز قسمت تجاری رو به شما قول میدیم انشاءالله در جلسات بعد بگیم، چون این پلنی که ما تدوین کردیم هم راجع به مسکونی هم راجع به تجاری، یعنی کلیه مواردی که مشمول قانون 76 ولی بحث فعلی ما اجاره مسکونیه. غیر از شورای حل اختلاف شما به اجرای ثبت هم میتونید برید، به شرط اینکه اجاره‌نامه رو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشید. عرض کردم در بخش قبل که اجاره نامه بنگاه اجاره نامه رسمی نیست. پس بنابراین شما میتونید برید اجرای ثبت که در تهران نزدیک به هفته تیر و خیابان مطهری اونجا هستش، همون حدودا، اجرای ثبت و تقاضای اجرای این سند رسمی رو بکنید. اونایی که با دستگاه دولتی قرارداد دارند، حالا موجر هستند یا دستگاه دولتی که محلی رو اجاره میده، اجاره مسکونی، همه اینا غیر از شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف سلب نمیشه، میتونید برید شورا، ولی از طریق اجرای ثبت هم میشه به راحتی مراجعه کرد و تخلیه رو انجام داد. شاید در بعضی از موارد از شورا هم سریعتر و دقیق‌تر.